ایدی نوروزی فاطمه واحدова به محفل نوروزی دعوت شده است، اما هدف از تشریفش دیگر است. فرزندامون در همیشه در برمون باشن خدا جان. هر یکی از این زنان مدت هاست از نزدیکان خود دورند. دینای لب چی بوی دارد، سبزی نجوان چی گو تو گوی دارد، سبزی نجوان قد همه لیپیسته در مبینی سجوان وای گل دسته. فاطمه واحدова زنی تنها 5 سال می شود دو فرزندش را ندیده است. محرم می گوید بسیاری پسرش را نمی بیند. از شوهر جمعه گل چندین سال هاست خط و خبری نیست. خصوصا برای شوهر خودم گپ میزنم که این قدر سال نیسته یادی ما کنه، یادی فرزنداش کنه. آمین. ای دوری ها جگر گشت کباب، از دیده انتظاری میریزد و آنها یکی همسر دیگری مادرند که نزدیکانشان را ره دورها می نامند. مردهای آنها از جمله میلیون نفره تاجیکانند که به شهرهای روسیه برای دریافت جای کار مهاجر شدند. اول فرزندای مهاجرمون باید میگه که اونو نیستن که ما هم دسترخوانی ما باشه، فقط جای او خالیه. ای خداوند بزرگ مهربان همیشه دعاگوییم برای همه مهاجرا که او را ساق سلامت نگهبان باشه. آنها به بهانه هر سرو معرکه و محفل جمع می شوند و هر یکی به گفته مردم اینجا کوفتی دل می برورد. این بار آنها به خانه بیبی پری 89 ساله آمدند تا اینجا مجلس برپا سازند. نوروز را ایام دعا و نیایش می شمارند. به اعتقاد آنها مراد دل گفته شده در آستان نوروز حاصل می شود. بخصوص اگر پیران روزگار دیده به این دعاها شریک شوند. آینده فرزندای ما هم به یاد بیارن که مادرای ما همین کارا را میکردن. اوقاتهای ملی تاجیکستان ایهشانه رو. البته به آب چشم نمی شود. کسی هم گریه می کند به تیزی توصیه این عمل بی‌خاصیت را می گیرد. در نوروز نباید اشک ریخت، چون که سال نو را به کدام طبع پیشواز بگیری همان نو تقدیر را تکرار خواهی کرد. گردی در سخانی ما دو بیایم پر شوان و رنگ ما وارم همه اوقات ها را بخرم. آنها اذیت مهاجران تاجیک را در روسیه خوب بلدند. اینچنین میدانند که این یگانه وسیله دریافت قوت لایموت است و هم با برگشت به وطن و پهلوی آنها ماندن به چیزی نمی رسند. هر یکی از آنها می خواهد طعام نوروزیشان را نزدیکان دور بچشند. نوروز بنا بهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم. گاهی هم به آنها سمنک میفرستند تا خیال زادگاه و اقربایشان را کنند. آنها نیز از یاد آنها بی بهره نمانند.